نسبت اجرای خطرهای کلوب جده کلوب قبول گسیل حاجیون رو تصمیم گرفتیم که در سال 2014 عملی نماییم. ماموریت فرودگاه سر کرده از سال 2005 تا این جانب همه کوشش ها رو با اجرای همین کار روانه ساخته است، ولی از چی سبب باشد که عملی شدن همین اقدام تا حاضر را نشده است. در حالتی که اگر این خطسر باز شود دیگر مردم کلوب می توانند که آزاد از همین جا احرام های خود را ببندند و از فرودگاه بین المللی به عربستان سعودی اقدام به سفر کنند و برای آنی که این فرودگاه باز می شود باید که بخش دینی مقامات اجرایی حکومت دولتی کلوب برای احرام بندی هم یک فکر و اندیشه کنند که از کجا باید این مردم حج می رفتگی احرام های خود را ببندند. در این مسئله ما با سرخطیب مسجد مرکزی محترم حیدر شریف زاده صحبت کردیم و آنها در نظر دارند که با کمک خودی مردم خیرخواه و سخاوت پیشه خودی جای احرام بندی در مسجد مرکزی عملی شود، افتتاح بیاید و مردم از همان جا احرام های خود را ببندند و سفر بکنند. امکانیت فرودگاه به نهایت وسیع است، به آن خاطری که ما در همین روزها همگی 3 خطسر در 24 ساعت خدمت رسانی میکنیم. حالا که در 24 ساعت ما میتوانیم 15-20 طیاره رو خدمت رسانی نماییم، یعنی که ظاهرین از تمام منطقه ختلان رو ما میتونیم از همین فرودگاه کلوب گسیل نموده و قبول آنها رو تامین نماییم. بعد عملی شدن این کار حتی میتواند که مردم دیگر چگونه ای که با ماشین ها از اینجا به شهر دوشنبه میرفتند و در شهر دوشنبه مثلا باز چقدر از پس آنها خشتبارانشون سرگردان میشدن، دیگر این سرگردانی و این خراجات ها میتواند کمتر شود و زمانی که از اینجا پرواز میکنند میتوانند باز اون مصرف هایی که در راه میکنند اون مصرف ها رو خانواده این حاجیان برای باز یک روزگار زندگی خود مصرف بنمایند.